سوار تاکسی شده بودم آقای مدیری، پشت نشسته بودم، یه خانومی و یک آقایی قبل از من سوار شده بودن، من تو مسیر پیوستم، خانم پشت نشسته بودن، اون آقا هم جلو نشسته بودن و خیلی تکیده و اینها، اون کسی که جلو نشسته بود، منم نشستم صندلی عقب. در بین راه سیگار روشن کرد مسافر جلویی، دود سیگارم پیچیده بود و اینها بود. خانومی که این کنار نشسته بود گفتش که آقا اونو خاموش کن، هیچ شما میدونید که ماها بیشتر در معرض آسیب هستیم به خاطر این دود سیگار، 80% به ما میرسه این آسیب و 20% رو شما چیز میکنید. طرفی که جلو نشسته بود گفت بیا خانم شما بکش، 20 مال شما، 80 مال ما. یک نابغه بوده طرف واقعا که در جای هم جواب